چقدر حوصله دارد نگاه سرد اتاق، کنار پنجره پر ز خاک و گرد اتاق. چه لحظه ها که به پای سکوت سرد نخفت، چه لحظه ها که به پای سکوت سرد نخفت، درون اشک و غم و انزوا و درد اتاق. در این برنامه آوازخوان با احساس و جدی را در گفتگو دارم. میهمان امروز ما آقای شکیب مصدق است. بیاین که یکی از آهنگایتون بشین. من آهنگ بلچاو که شما خواندین در کابل هم بخیام خواندین، اما بعدم دوباره در خود آلمان هم دوباره خوانی کردین فکر کنم، بله؟ بله. من آهنگ دوباره خوانی تونه دیدیم که در آلمان بخیام شدم. بله، آهنگ بلچه برام بسیار آهنگ تاریخ سازش. این آهنگ من سال 2011 فارسیش خواندم. درست. با سال 2015 بود که فرخنده کشته شده بود. 14 بود، 15 بود، 15. باز در کابل در شاهد شمشیره از ما خواستن که ما یک اعتراض داریم، زنانی که در کابل بودن پیش روی شاهد شمشیره، امی آهنگ اعتراضی بساز. باز آهنگ بلچه من میشناختم از قبلا ها هم،